بسم الله الرحمن الرحیم. الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم. امیرحسین هستم، شیعه هدایت یافته از بلژیک. خطاب من به تمام ظالمین و جنایتکاران جهان، به خصوص رژیم آخوندهای مشرک و جنایتکار و اعوان و انصار آدمخور ولایت فقیه است. کشور با کفر میماند ولی با ظلم نمیماند. خداوند فرمودند ید الله مع الجماعه، دست خداوند با جماعت است. هر چقدر که موحدین را شکنجه کنید و بکشید، نور خداوند خاموش شدنی نیست، اگرچه کافران کراهت داشته باشند. یتمم نوره ولو کره الکافرون. با خراب کردن نمازخانه اهل سنت نصیبی نمیبرید. روزی نه چندان دور به حول و قوه الهی بزرگترین مسجد موحدین را در تهران برپا خواهیم کرد ان شاء الله. چرا که دست خدا بالاترین دست هاست. ید الله فوق ایدیهم. همان حضرت علی را که شما با فریبکاری مردم را مشرک کردید و او را به مقام خدایی رساندهید، فرمودن الاسلام یعلو و لا یولا علیه. اسلام از هر چیزی بالاتر است و هیچ چیزی از اسلام بالاتر نیست. و همین جمله می‌رساند که اهل بیت پیامبر موحد و مسلمان و تابع دین و جزئی از دین بودند، نه آن چیزی که شما تصور کرده اید که خدا 12 خدای دیگر مثل خودش خلق کرده. آنها بندگان موحد و صالح و مؤمن خداوند تبارک تعالی بودند. البته 11 نفر از اهل بیت، نه امام غیبی که در چاه گیر کرده. شماها خداوند در چاه گیر کرده. شماها خداوند در قرآن کریمش فرموده است و من الرجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه و منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. در طول تاریخ 35 ساله ننگین شما جنایتکاران و مشرکان و یهود و امت کاری جز کشتن موحدین و مشرکان انجام ندادید و روزی پیروزی موحدین و سرنگونی پرچم شرک و کفر نزدیک است. و این وعده الهی است که نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. موحدین را که به استضعاف کشانیده‌اید وارثان زمین هستند و پیشوایان آنان علمای موحد و مؤمن. چه با که موحدین را شهید می‌کنید. منتظر انتقام خداوند باشید که خداوند بسم الله القاسم الجبارین است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.